ما بعد از تأسیس انجمن که حالا اهدافش رو هم عرض کردم خدمتتون، اومدیم دیدیم انجمن یک NGO و یک مجموعه غیر انتفاعی و نهاد غیر مالی است و خب مسلما نمیتوانیم پروژه های اجرایی و اقتصادی رو انجام بدیم که به قول شما هم خیلی شیرین و جذاب. تصمیم گرفتیم که با اعضای اولیه هیئت مؤسسین بیایم یک مجموعه اقتصادی رو هم حالا در قالب یک شرکت تأسیس بکنیم تا بتونیم پروژه هایی که در دل این انجمن تعریف میشه و میدونیم که چه نیازهایی در جامعه جزیره کیش حداقل وجود داره رو تبدیل به پروژه بکنیم و این پروژه ها رو اجرا بکنیم. بعد از یه تایمی گفتگویی که با این تعداد محدود داشتیم دیدیم که خب واقعا حیفه اگر قراره که این فضا، این بستر ایجاد بشه. ما که میدونیم چقدر ظرفیت وجود داره، ما که میدونیم چقدر پروژه وجود داره که نیاز به اجرا وجود داره. این پروژه ها هم کار 5 نفر و 10 نفر و 20 نفر و 30 نفر سهامدار یک شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص یا سهامی عام حتی نیست و نیاز یک تشکل بزرگتری براش شکل بگیره. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که مجموعه حقوقی، یعنی نه وابسته به انجمن، همین افراد به اضافه تعداد دیگری از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر که شاید حتی تخصصی در حوزه هوش مصنوعی ندارن ولی میتوانن از نظر دیتا و از نظر زیرساخت‌ها به ما کمک بکنن، بیایم یک تعاونی رو تأسیس بکنیم به کمک دوستان که این تعاونی بتواند نقش آفرینی در حوزه اقتصادی انجام بدهد یا ما بتوانیم با اینها پروژه دریافت بکنیم، مشاوره بدیم به سازمان‌ها و شرکت‌ها و کمک بکنیم که این پروژه هایی که چقدر ظرفیت هم وجود داره بتوانند در مرحله اجرا قرار بگیرند و درآمدزا هم برای اعضای تعاونی باشند. مدل تعاونی هم حالا خدمت دوستانی که شاید اطلاعات کمتری دارن، مدل تعاونی هم تفاوتش با شرکت‌ها اینه که من اگر صاحب یک شرکت و سرمایه‌گذار اصلی باشم مسلما سهامدار عمده اون شرکت و تصمیم گیرنده اصلی اون شرکت بنده هستم، ولی مدل تعاونی مدل کاملا دموکراتیک هستش و تمام اعضا به یک نسبت حق رأی دارن، چه در تصمیم گیری ها، چه میزان آورده، چه میزان سود و ضرر، همه به یک نسبت سهیم هستن. به همین دلیل هم ما تعاونی رو تأسیس کردیم و خب در ابتدا نقش مؤسس رو ایفا کردیم ولی امروز هیچ نقش دیگری ندارم بنده تا زمانی که انشالله کارهای مجمع و انتخاباتش برگزار بشه و از بین اعضایی که امروز تو این تعاونی حضور دارن اعضای هیئت مدیره و نفرات اون هم انتخاب بشه. بسیار عالی. آقای مصوات، ما متوجه شدیم که شما در حوزه هوش مصنوعی مؤلف هم هستید و کتابی رو تالیف کردید. در مورد کتاب هم توضیح می‌فرمایید؟ حتما. کتاب هوش مصنوعی که بنده به چاپ رسوندم عنوانش این هستش که هوش مصنوعی فراتر از سرگرمی. من چون همیشه دغدغه‌ام در تمام رسانه‌های ملی و شبکه‌های اجتماعی وقتی صحبت کردم دغدغه‌م این بوده که هوش مصنوعی فقط جنبه سرگرمیش در کشور ما شناخته شده، جنبه‌های علمی، اقتصادی، پزشکی و صنعتیش دیده نشده متاسفانه. به همین دلیل تصمیم گرفتم این کتاب رو تالیف بکنم و در این کتاب به مفاهیم پیچیده‌تر و مهمتری از هوش مصنوعی البته به زبان ساده بپردازم. یعنی ترجیح همین بوده که وقتی یک دبیر آموزش پرورش این کتاب رو مطالعه میکنه بتونه از ظرفیت‌های هوش مصنوعی رو بشناسه و با یه مقداری تلاش و با یه مقداری مشورت که ما به صورت مسئولیت اجتماعی داریم در اختیارشون قرار میدیم این مشاوره رو، بتونه از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه آموزش استفاده کنه. اگر این کتاب رو یک پزشک، یک تکنسین اتاق عمل، اگر یک کارمند معمولی دولت مطالعه کرد بتونه مفاهیم اون رو درک بکنه و در راستای کار خودش استفاده بکنه. کتاب با این رویکرد نوشته شده که علمی باشد اما قابل فهم. متاسفانه این دوتا موضوع توی هوش مصنوعی مثل یک اله کلنگ میمونن که یا باید سرگرمی باشه که مردم متوجهش بشن یا علمی اگر باشه فقط جامعه علمی متوجهش میشن. ما سعی کردیم این نقطه رو به یک توازنی برسونیم که اصطلاحات رو کاملا فارسی بومی کشور خودمون، چون کتاب هایی که در این زمینه تو ایران وجود دارن ما دیدیم که اکثرا ترجمه های توسط یک مترجمی بوده که اصلا از هوش مصنوعی چی نمیدونسته. این ترجمه باعث شده که اون نقطه خلایی وجود داشته باشه که شاید یه شخص معمولی که تخصصی تو AI نداره اون رو مطالعه میکنه نمیتونه متوجهش بشه. این کتاب با این رویکرد نوشته شده، مجوز چاپش هم دریافت شده، چاپ هم شده و ما منتظریم که به جزیره کیش برسه تا انشالله ازش رونمایی هم بکنیم.